یکی از راحتاش ارهنه صبح امروز سنه 3 اپریل یکی از کوچه‌های بینام محله وحدت شهر خوجند صاحب نام گردید. این کوچه را به نام علوچی معارف جمهوری تاجیکستان محمود زونونخوجاєв گذاشتند. وی یعنی محمود زونونخوجاєв در حیات اجتماعی فرهنگی ولایت و شهر خوجند سهم ارزنده را گذاشته است. از اینجاست که برای زنده نگاه داشتن نامناسب او مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند به اجلاس تصمیم گرفتند که کوچه نوبنیاد بینام را از میکروناحیه 29 شهر به نام وی گذارند. در اساس قرار مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت چهارم از 18 اکتبر سال 2012 تحت رقم 159 اوید به گذاشتن لوحه خاطره‌ای و نامگذاری نمودن نام کوچه مذکور به نام علوچی معارف جمهوری تاجیکستان محمود زونونخوجاєв به تصویب رسیده است. در وضعیت تنتنوی و با اشتراک وسیع همکاران دوستان و پیوندان مرحوم پرده از روی لوحه کوچه به نام محمود زونونخوجاєв برداشته شد. محمود زونونخوجاєv سنه 1 می سال 1928 در شهر خوجند تولد شده است. سال 1944 مکتب تحصیلات میانه ناپوره و سال 1944-1945 کورس تیاری اینستیتوت را گذشته. سال 1950 اینستیتوت پداگوژی شهر خوجند را ختم کرده است. سالهای 1950-55 در اینستیتوت معلم تیارکنی شهر مرغیلان و قوقند ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان همچون سرمعلم و مدیر کافدره زبان و ادبیات تاجیک. از سال 1955 تا سال 1959 ناظر شعبه معارف شهر خوجند فعالیت نموده است. در سالهای گوناگون وی وظیفه‌های مدیر قسم تعلیمی مکتب اینترنت رقم 1 شهر خوجند، دیرکتور اینستیتوت تکمیل اختصاص معلمان ولایت، مدیر شعبه معارف شهر خوجند و بعداً دیرکتور مکتب میانه 3 شهر خوجند کار کرده است. موصوف آوان کودکی و نورسی سخت و سنگین را پس سر نموده نوبسته به مشکلی های ایام جنگ بزرگ وطنی لحظه از آموزش دست نکشیده برای غناوت معنویات خود و اهل جامعه کوششی زیاد نمودند. محمود زونونخوجاєв برای خدمت‌های شایان در ساحه معارف با افتخارنامه فخری پرزیدیوم شورای عالی جمهوری تاجیکستان، 2 مدال و 10 افتخارنامه فخری تشکیلات جمهوری ولایتی و شهری، نشان علوچی معارف SSSR و علوچی معارف جمهوری تاجیکستان سزاوار گردیده است. امروز فرزندانش هم ادامه دهنده کار پیکاری پدر بوده در ساحه معارف بهر تربیت نسل نو را سهم می‌گذارند. این برای ما باعث افتخار است، زیرا پدری ما برای ما در حقیقت شخصی بسیار معتبر، بسیار شخصی همه جا شناخته، شخصی که علوچی معارف SSR، علوچی معارف جمهوری تاجیکستان، گیرنده افتخارنامه شورای عالی جمهوری تاجیکستان، شخصی که برای ما نمونه عبرت بودند در هم عائله داری، هم نمونه عبرت برای همون کسب من به واسطه معلمی را از ذوق از پدر کسب خیش کسب خود را انتخاب کردم. از این لحاظ من امروز سعادتمند خود را حساب میکنم. محمود زونونخوجاєв در پیشرفت ساحه معارف ولایتی سوق و تربیت نسل نو را سهم باسزا گذاشته است. او سنه 16 آگوست سال 2010 در سن 82 سالگی وفات کرده است. گزارش مفنوش کور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.